یکی از دلایلش میتونه پستش باشه، چون که رئال مادرید توی اون پست بازیکنه خیلی مورد اعتمادی نداره و کوکوریو انتخاب عالیه، چون هم میتونه دفاع چپ وایسته، هم پشت وینگر چپ و هم هافبک چپ میتونه وایسته و نمره‌های بازی‌های این فصلش هم واقعا خوب بوده. یکی از دلایلش میتونه پاس دادناش باشه. این بازیکنیه که تو فصل قبلی 4 تا پاس گل داد، 1268 تا از پاساش موفق بود، یا همون آمار 87% از پاساش موفق بود و اون بازیکنیه که بیش از 47% از پاسای بلندش دقیق زیر پای بازیکنان هم تیمیش بودن. مدافع شوت زنی هم هست. حالا درسته که یه دونه گل زده، ولی حدود 15 تا از شوتاش به سمت دروازه بودن واقعا شوتای خوبی بودن و من خودم شوتاش که نگاه میکردم، مثلا شاید از 15 تا شوت کلا 3 تا یا 4 تا شوتش خیلی میشد گفت بده، ولی بقیه شوتاش شاید با فاصله کمی از دروازه بیرون رفتن. یه دلیلش هم اینه که اون مدافع خیلی خوبی هم هست. این ویدیو رو ببینید. John Arias. And again, John Arias. He gets there. Could go off the line. اون توی این فصل 55 تا تکل موفق زده، 8 تا توپ رو تونسته که بلاک کنه، 182 بار جلوی بازیکن مهاجم دفاع کرده و 113 بار تونسته که توپ رو بازپسگیری کنه.